خب سلام و عرض ادب خدمت یکایک شما عزیزایی که از چنل یوتیوب صدای زیرک بیننده هستین. امروز یک جای بسیار خاصی هم دوم که این جای مربوط به قریه نارغان میشه و این کاریز نارغان است. در کاریز نارغان هم دیم که بسیار از زراعت بسیار پیشرفته هستند و هر یکی آنها دارای چاهای عمیق هستند. بسیار آب زیاد داره ولی جای تاسف است که کاریز آبش بسیار کم است. 1 اینچ الی 1.5 اینچ آب کاریز داره و تماما چاهای عمیق اینجا وجود داره. و امروز هم دادیم یک کمی قلبه داشتم، قلبه کدم و آلی مرم در بین سیب های حاجی مامور که این سیب ها آیا آب خورده نخورده، عشقای چی رقم است، تماما را از چنل یوتیوب صدای زیرک بیننده باشین. سلامتی شما را از خداوند منان خواهانم. دوستان نهایت گرامی، البته اینجا کاریز نارغان است. در کاریز نارغان هم دیم الحمدلله از برکت خداوند را، از برکت بارندگی و بارش امسال خوب همه جا سرسبز است. و در اینجا این بین باغ ها یا امو سیب ها یا مثلا بادام های پدر شکلی کاریز است. حاجی حسین کاکاییم دیگه. شما عزیزا بیننده باشین که این یک چای عمیق هم داره، حدوداً 40 متر یا 50 متر عمقش شاید باشه دیگه. سیب هایش هم الحمدلله بسیار خوب بار داره، بسیار بار قوی داره. نمیفهمم که شاید 12 باشه یا 19 باشه دیگه. اینی قسمت ها هم علمی سری جوی است که این طرفش مربوط حاکم زوار کاکای موشه و اینی طرفی دیگه هم مربوط به آتش شکلی کریز حاجی حسین کاکاییم است دیگه. دیقانش امسال دیقانی نو گرفته. نمیفهمم که این قسمت ها هم آو دیده که آیا چیز خیلی کشت ده یا نکده. اینی خیلی کم را نخود کشیده و به می شکل دیگه اینی عشقا است که مربوط به آتش شکلا کاکای موشه دیگه. این طرفش اینی گندم آتی مهدی کاکای مکی دیگه. نام خدا خوبه، بد نیست، تیسه خوشه نکده. یم یک چای عمیق در این قسمت داره. این چای عمیق آتی مهدی کاکای مسته دیگه. یعنی دور را که میبینین اینی که است سرخلویه و همین قسم این قسمت های آخری یا شروعی ارمیدراز است دیگه. باش که نام خدا ماشاءالله این تریشقه است که بخی آدم ترس مخوره که داخل از کدام چیز نباشه. اگر مثلا امو دیقانش روش کنه ما را شاید نیله که داخل از این عشقا گرد شنم دیگه. نام خدا سیباش بسیار خوب بارگده، بسیار قوی بار داره دیگه. نمیفهمم که دیقان از این 12 یا 19 اینی قسمت از این عشق خرم دراو گده دیگه خودش نیست. بچم که کجا هست کجا نیست. خب امیر رقم یک دفعه گشتم موریم پیش خانه کاکایم که آیا دیقانش هست یا نیست. این اینجا هم یک چای عمیق است که مربوط به دیقان آتش شکلا کاکایم است
و این احتمالا همو 2 اینچ آورده را که شاید تا بگر امی آیش بایه مریم آوز زیر سیلنیم دیگه امی تاوای زیر سیلنیم این بخیر رسیدیم. اینی تاوایش است، تاوای شمسی است. سولارا 2 4 6 7 تن سولار داره که از این سولارا آب میکشه دیگه. سولارایش هم ماشاءالله خیلی خوب است دیگه. دهقانش بچم که آیا خانه است یا نیست دیگه. این خانه آتش اکلا کاکای ما و به می قسم دیگه. یعنی هم مریم حوز رسیلنی دهقان چی خانه نیست که ما پرسان میکنیم که چقدر هوا است نیه دیگه. یعنی هم گراج موترش بوده در بارندگی کوربک ده. خب این ماشاءالله رسیدیم سری حوز، یعنی حوز آتش اکلا کاکای ما که نام خدا خدر آوالیم بخشی فعلا خیلی آوه دیگه. احتمالا شاید 1.5 متر عمقش باشه اینجا ساده است دیگه. اجزای نهایت گرامی ویدیو نمی چی خاتمه پیدا نه و از این بابت نوبت منوم که امروز نوبت خانه پدر شکلا کاکایم بوده و با می قسم تمامی خانه های کریز را بخشش نشون میدیم دیگه. سلامت باشین، جور باشین دیگه. حرفی ندارم، خداوند با شما باشه. این چینل را 100% بیننده باشین که بسیار ویدیوهای انتیک و بسیار ویدیوهای خوب بخشش نشر مونه. سلامت باشین، جور باشین.